قداست یا اسارت، بازخوانی انتقادی یک الگوی تحمیلی. سلام. امروز می‌خوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که در جوامع ایدئولوژیک به عنوان یک اصل خلل ناپذیر پذیرفته شده است. فاطمه زهرا، الگوی کامل زن. اما بیایید یک لحظه توقف کنیم و صادقانه بپرسیم: آیا یک زن متعلق به قرن هفتم میلادی واقعاً می‌تواند برای زن قرن 21 که در دنیای تکنولوژی، حقوق مدنی و استقلال اقتصادی زندگی می‌کند الگو باشد؟ یا اینکه این ادعا صرفاً یک زنجیر پیچیده بر ذهن و روان زن امروز است تا او را کنترل کند؟ در بخش اول، مدافعان می‌گویند او ساده زیست بود. اما بیایید این ادعا را با عقل بسنجیم. در قرن هفتم میلادی نه صنعت مدی وجود داشت و نه ثروت به شکل امروزی. پس این سادگی محصول فقر عمومی و ساختار آن دوره بوده است، نه یک انتخاب آگاهانه در برابر رفاه مدرن. او اگر در خانه می‌ماند چون اصلاً فرصتی برای حضور در اجتماع، تحصیل یا اشتغال فراهم نبود. حالا سوال اینجاست: چطور می‌توان زنی را که حتی امکان سفر، رأی دادن یا ابراز نظر عمومی را نداشته، الگوی دختری دانست که امروز خلبان جنگنده است یا در بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها مدیریت می‌کند؟ الگو باید قابل تطبیق با زندگی امروز باشد، نه یک اسطوره که در خلأ تاریخی زندگی کرده است. بخش دوم، هویت وابسته یا دستاورد شخصی. وقتی به زندگی فاطمه زهرا نگاه می‌کنیم، سه نقش اصلی می‌بینیم: دختر پیامبر، همسر علی و مادر بوده. اما کدام یک از اینها یک دستاورد شخصی است؟ دختر کسی بودن یک تصادف ژنتیکی است و همسر یا مادر بودن، هرچند محترم، تمام هویت یک زن نیست و پتانسیل الگو شدن را ندارد. برخی به ماجرای فدک استناد می‌کنند تا او را زنی سیاسی نشان دهند. اما واقعیت این است که او در بستر یک اختلاف خانوادگی سیاسی از حق به ارث خود دفاع کرد. این یک حرکت موردی بود، نه اینکه او صاحب مکتب سیاسی باشد یا در تصمیم سازی‌های حکومتی و دیپلماسی نقشی داشته باشد. پس نباید یک مطالبه شخصی را به عنوان یک فعالیت سیاسی ساختارمند برای کنشگران امروز فاکتور کرد. بخش سوم، ترفند تقدیس اطاعت. اما خطرناکترین بخش این الگوسازی تأکید بر فرمانبرداری محض است. بارها از منبرها شنیده ایم که او هرگز به همسرش نه نگفت. اینجاست که هدف اصلی اسکار می شود. نظام مردسالار با واژه‌هایی مثل نجابت و عفت در حال بسته‌بندی اطاعت در زرورق تقدس است. پیام این الگو برای زن امروزی روشن است. حتی اگر دانشمند یا قاضی باشی، باز هم برای اینکه زن خوبی محسوب شوی، باید مطیع و فرمانبردار باشی. این الگو در واقع زن را از تمام دانش، تجربه و هویت مستقلش تهی می‌کند. به عبارتی، الگوسازی از فاطمه زهرا نه برای ترفیع جایگاه زن، بلکه ابزاری برای تقدیس بردگی و گرفتن قدرت تفکر از اوست. بخش چهارم، چرا از الگوهای مدرن می‌ترسند؟ چرا به شما نمی‌گویند از زنان توانا و دانشمند معاصر خود الگو بگیرید؟ چون اگر شما زنی آگاه، مستقل و انتخابگر را الگو قرار دهید، دیگر گوش به فرمان نخواهید بود برای یک جامعه سنتی و پوسیده. زنانی که به اطلاعات علمی مجهز هستند و حق خود را مطالبه می‌کنند، خطرناک هستند. اصرار بر الگو بودن فاطمه ترفندی است برای بازگرداندن زن به چهارچوب‌های مطیع گذشته و دور کردن او از آگاهی‌های دنیای مدرن. خب، حالا جمع‌بندی و نتیجه گیری می‌کنیم و پادکست را می‌بیندیم. زن امروز با چالش‌های پیچیده‌ای مثل استقلال اقتصادی، نابرابری حقوقی و بحران‌های هویتی روبروست. مسائلی که فاطمه زهرا نه تجربه‌ای در آنها داشته و نه ابزاری برای مواجهه با آنها ارائه می‌دهد. الگو قرار دادن او در واقع دعوتی است به تسلیم در لباس قداست. زمان آن رسیده که بپرسیم: آیا می‌خواهیم ابزاری برای بازتولید روایت‌های مردانه باشیم یا انسانی مستقل که الگوهایش را از میان واقعیت‌های دنیای امروز انتخاب می‌کند؟ متشکرم که با ما در این پادکست همراه بودید. الگو قرار دادن شخصیتی از 1400 سال پیش برای چالش‌های پیچیده امروز
مانند این است که بخواهید با نقشه یک قلعه قدیمی در یک کلان شهر مدرن مسیریابی کنید. نه تنها هیچ خیابانی را پیدا نمی کنید، بلکه اصرار بر استفاده از آن نقشه شما را از یادگیری قوانین جدید رانندگی و رسیدن به مقصد واقعیتان باز می دارد. اگر این نوع محتوا اگاهی بخش علاقه دارید، کانال ما را سابسکرایب کنید.